من خودم اهل صحنه‌ام و میدونم که چه مشقتی این حال بدتر روی صحنه بودن و به هر حال دادید به ما و به اون بچه ها و دیگه خوش باشید و برقرار باشید. خیلی عالی، من خیلی بسیار لذت بردم. متشکرم. اتفاقات اینگونه برای بچه‌های ما هیجان انگیز و هیجان آوره و واقعا دست کسانی که باعث این اتفاقات میشن درد نکنید. حسی که آدم از این کار میگیره اینه که جهان چون خط و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خویش نیکوست و وقتی که همه این گونه های پرنده با هم متحد میشن میتونن اون معجزه‌ای که همه دنبالش هستیم رو رقم بزنن. خیلی کیف کردم از این کار. ولی اینو با بچه ها کار کردن و این هماهنگی ها و این شوق و به هر حال هدایت کردن بسیار به نظر من کار سختی بود. موسیقی علاوه بر این که یک موضوع کاملا جدی رو دنبال میکرد، نهایت کوشش در تولید این موسیقی به عمل اومده بود. کار فوق‌العاده بود، به لحاظ هم تکنیکی کار بسیار دقیق و خوبی بود، هماهنگی بسیار عالی بود. ببینی همش هم اوزانه، همش هم اصل. ما وقتی از اوزان وارد مباحث زبان فاخر ادبیات فارسی میشیم یعنی ریچ. اگر من این اثر رو میخوندم انقدر برای من جذابیت نداشت.